آرامش. چیزی که تقریبا هممون از دست داریم، چیزی که دیگه اسمش هم نمیاد. چقدر از خود راضی هستی؟ چقدر از وضعیت زندگی راضی؟ وضعیت مالی، وضعیت جسمی، وضعیت پدر مادر، وضعیت زندگی خانوادت، چقدر راضی؟ آیا معدلتون معدلی که میخوای، یا هر چیزی تو هر زمینه، کسب و کارت یا کارت، تو میخوام بهت یاد بدم چطوری از یک آدم بی استعدادی که هیچی بلد نبود، با اوج وضعیت مالی خراب، اما اومد الان تو تیزوشان درس میخونه و جدای از اون هیچ مشکلی نمیتونه شکستش بده. این رسما شکست ناپذیره. میخوام داستان خودم رو تو این چنل بگم، همراه با آموزه ها و تمام تجربیات سخت و دردناکی که به من چه درسی داد. در واقع میخوام درس‌ها رو یاد بگیریم که هر روز یک لول آف، یک قدم برداری به اون مسیر معنوی و اون مسیر موفقیت. اینجا میخوایم با هم پله پله بریم بالا. پس اگه تو هم میخوای کاملا شکست ناپذیر بشی و روزی برسه که هر سختی به تو رسید بری تو آینه بگی که سخت‌ترش واسه من بیار، دقیقا همون روز خواهد رسید و هر روز تو این چنل با هم رشد میکنیم. ببین چه جوری همش Джекпот, со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее испарина, походу он лох. Черный Rolls-Royce